قرار شد امشب راجع به اینی که کی هستیم صحبت بکنم. واسه که بفهمیم کی هستیم باید از اتم شروع کرد. بنابراین یواش یواش پله پله شروع میکنم تا برسیم به الان. ما 94 تا عنصر طبیعی داریم رو کره زمین. بالای 100 تا عنصر داریم ولی اونا ناپایدار هستن. 94 تا عنصر طبیعی داریم، مثل فرض کنید هیدروژن، آزوت، کربن، کرومیوم، سلنیوم، آهن، منیزیم. 94 تا. این اتم ها روی کره زمین نمیتونن ساخته بشن. کره زمین به اندازه کافی زور نداره که این اتم ها رو بسازه. یک قدرت عجیب و غریب لازم هست که این اتم ها رو بتونه بسازه. خورشید ما هم این توانایی رو نداره. درجه حرارتش به اندازه کافی نیست. چگالیش یا اون دنسیتیش به اصطلاح به اون اندازه نیست که بتونه این اتم ها رو بسازه. بنابراین از نظر شیمی و فیزیک شما نگاه میکنه که ببینید کجای این کهکشان ها، این کائنات، این امکان وجود داره که این عنصرها ساخته شده باشن، چون میدونیم کار زمین ما نیست. اینجاست که ما متوجه شدیم که کره زمین مادر ما نیست. کره زمین دایه ما هست. دایه ما هست. مادر ما نیست، چون توانایی ایجاد این عنصرها رو نداره. پس از سامانه خورشیدی یعنی منظومه شمسی باید بیان بیرون. هیچ جایی این امکان وجود نداره. باید بریم بیرون. حالا ما حداقل 3 تریلیون کهکشان داریم. گالاکسی. اول بشیم گالاکسی این از واژه لکته میاد، یعنی شیر، گالکت، میلک. چون قرنها پیش وقتی که به کهکشان خودمون نگاه کردن ستاره شناسا دیدن شبیه لکه‌های شیر هست. به خاطر همین اسمش گذاشتن کهکشان راه شیری. کهکشان راه شیری. و بعداً کهکشان‌های دیگه هم از همین واژه استفاده کردن. گالاکسی، گالکته به اصطلاح. هر کدوم از این کهکشان‌ها، از این 3 تریلیون 200 میلیارد خورشید داره. بنابراین ما 3 تریلیون کهکشان داریم که تا حالا شناسایی شده. هر کدوم از این کهکشان‌ها 200 میلیارد خورشید داره که به مراتب از خورشید ما بزرگتره. واسه یه ایده دستتون بیاد، کهکشان خود ما اگر یک روز شما تصمیم بگیرید از چپش به راست برید اون طرفش که یک کهکشان کوچک هست. کهکشان ما یک کهکشان کوچک هست. 100,000 سال طول میکشه اگر شما با سرعت نور حرکت کنید. بنابراین از کهکشان خودمون خارج میشه. پس اگر با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنید 100,000 سال بعد از کهکشان ما اون سفینه شما خارج شده، وارد دومی میشید. حالا شما باید 2 میلیون سال دیگه با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنید تا وارد سومی بشید. اون به مراتب بزرگتر هست. مادر همه عنصرها هیدروژن هست. اولین عنصری که ساخته شده هیدروژن هست. چرا؟ چون اگر به جدول مندلیف نگاه کنید میگه H1 یه دونه است. عدد اتمیش. این مادر تمام، مادر بزرگ همه عنصر هست. و در یک شرایط خاص به وجود میاد. احتیاج به یک درجه حرارت خیلی بالا داره. بالا یعنی میلیارد. و این تنها در یک زمان رخ داده. نزدیک به 14 میلیارد سال پیش. نزدیک به 14 میلیارد سال پیش. حالا در بدن شما آب هست. آب یعنی H2O. 2 تا هیدروژن یا اکسیژن. این هیدروژنی که در بدن شما هست طول عمرش 14 میلیارد سال هست. پایین تر از اون 13 ممیز چیزی، حالا بگیم 14 که راحت تر باشه. چون اتم از بین نمیره. وقتی که شما این آب رو فرض کنید تبدیلش بکنید به یک چیز دیگه، اون هیدروژن هنوز کارت شناسایی خودش رو حفظ میکنه. ولی وقتی که میچسبه به اکسیژن شما آب رو میبینید. ولی اگر میتونستید توی جسم آب برید، اون هیدروژن کارت شناسایی خودش رو حفظ کرده. اکسیژن هم کارت شناسایی خودش رو حفظ کرده. بنابراین شما میتونید با یک سری واکنش شیمیایی اکسیژن رو از آب جدا کنید. دوباره اکسیژن میاد بیرون. متوجه منظورم میشین؟ ذاتش رو
از دست نمیده، کارت شناساییش رو، شناسنامش رو از دست نمیده. بعد ما یک مثال دیگه میزنم. فرض کنید اکسیژن 5 میلیارد سال پیش دو تا کهکشان در هم ترکیب میشن، نه اینکه داغون کنن هم دیگر رو، دو تا کهکشان در هم ترکیب میشن و به اندازه کافی نیرو ایجاد میکنن که اکسیژن به دنیا بیاد. بنابراین اکسیژن یک عمری داره حدود 5 میلیارد سال. از این نظر اگر به تک تک خودتون نگاه بکنید، واقعا، یعنی تشبیه شاعرانه نیست، واقعا عمر هر کدوم از شماها 5 میلیارد سال هست. یعنی اتمی که در وجود شما هست که از طریق این کهکشان ها به کره زمین هدیه داده شده. اول کهکشان های ما در حال انبساط هستن. در یک شهری به اسم نامیوخ در بلژیک 1927 یک کشیش فیزیکدان، یک متدین فیزیکدان، یک داستان خیلی جالبم داره، چون یک کاتولیک هست، متدین هست، کشیش هست و یک شنبه ها میره کلیسا و درس میده و حیرت آور هست وقتی به صحبتاش گوش میکنی. ولی روز دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه فیزیکدان هست. این متوجه میشه که چون کهکشان ها در حال دور شدن از هم هستن، یونیورس ما داره گسترش پیدا میکنه، بنابراین میتونیم این فیلم رو برگردونیم و این فیلم رو برمیگردونه، میخوره به یک نقطه و اعلام میکنه که تمام این کهکشان ها از سر یک سوزن اومدن بیرون. درکش برای ما اصلا امکان پذیر نیست. چطور امکان داره که 3 تریلیون کهکشان، 200 میلیارد خورشید در هر کدوم که هزاران بار از خورشید ما بزرگتر هستن، از سر یک سوزن اومده باشه بیرون و اسمش رو میذاره لاتوم پریمیتیو، در مقالش هست. و اون به اصطلاح حادثه رو که رخ میده بهش میگه، واژه فرانسویش میگه l'expansion de l'univers، یعنی گسترش کائنات. کائنات در حال گسترش هستن. بعد سال 1930 در همین کالیفرنیا ادوین هابل معروف، ادوین هابل با تلسکوپ نگاه میکنه، بزرگترین تلسکوپ زمان رو ساختن، حیرت آور، بزرگترین تلسکوپ زمان. با چه دردسر و بدبختی این شیشه ها رو تهیه کنن و این لنزا رو. این نگاه که میکنه میبینه که کهکشان ها دارن از هم دور میشن. تو همین فاصله 1 ساعتی که ما اینجا نشستیم، ما حدود 90 میلیون کیلومتر یک جای دیگه هستیم. برای که یک ایده دستتون بیاد، دیگه ما اون جایی نیستیم که بودیم، ما میلیون ها کیلومتر یک جای دیگه هستیم و با همین سرعت داریم ادامه میدیم. بنابراین اول کره زمین ما که داره میچرخه دور خودش، دور خورشید هم داره میچرخه، نوسان هم داره میکنه. یعنی اینطوری داریم، همه ما الان داریم بالا پایین میریم، نوسان هم داره، گرد هم نیست و محورش هم کج هست. یعنی شمال طبیعی کره زمین ما و شمال مغناطیسی یکی نیست. به خاطر همین خلبان ها کدوم رو دنبال میکنن؟ میدان مغناطیسی رو. و بعد سامانه خورشیدی ما هم داره حرکت میکنه و بعد کهکشان ما هم داره حرکت میکنه و بعد تمام این کهکشان ها دارن حرکت میکنن. و یک دلیلی که به هم نمیخورن همین اکسپنشنش هست، همین گستردگیش هست. وقتی یک ستاره از بین میره، ستاره‌های بزرگ، اونهایی که به مراتب بزرگتر از خورشید ما هستن، یک انفجار رخ میده و زمانی که انفجار رخ میده، هر ستاره‌ای بر حسب اون خصوصیاتی که داره یک سری عنصر رو آزاد میکنه و هدیه میده به کائنات. و وقتی از انفجار داریم صحبت میکنیم، غیر قابل تصور هست قدرت این انفجار. شما تصور کنید یک ستاره میلیون ها برابر بزرگتر از خورشید ما. خورشید ما اون قدرت رو نداره که الان خورشید ما چی هست؟ خورشید ما هیدروژن و هلیوم هست. خورشید ما هیدروژن و هلیوم هست. این اتم ها وارد هم دیگه میشن و انرژی ایجاد میکنه، به ما داره میرسه. و 4 میلیارد سال دیگه هم عمرش رو از دست میده. و زمانی که عمرش رو از دست میده، خورشید ما بزرگ میشه، میرسه به ما. که دیگه پایان عمر به اصطلاح سامانه خورشیدی ما هست.